سلام. به کانال آقای ترسناک خیلی خوش اومدی. ممنون میشم که برای حمایت از من دکمه سابسکرایب رو بزنی و اگر از این داستان خوشت اومد حتما اونو لایک کنی. سلام. من تا به امروز خودم هیچ تجربه ترسناکی نداشتم و فقط از خوندن روایت‌های ترسناک لذت می‌بردم. تا اینکه چند روز پیش وقتی همگی خونه مادر بزرگم بودیم، بختک افتاد روی پسرخاله 14 سالم. خیلی ترسیده بود و بیتابی میکرد. هرچی ما سعی کردیم آرومش کنیم متاسفانه فایده ای نداشت. اصلا گوش نمیداد که ما چی میگیم. تا اینکه ننه سلیمم اومد و دم گوشش چند تا دعا خوند و ازش خواست آروم باشه. بعد از شنیدن این دعا به طور واضح خیلی احساس بهتری پیدا کرد. هی میگفت بازم بخون، بازم بخون. هممون واسمون جالب بود که مگه ننه سلیم چی گفت و چی کار کرد که اینقدر پسر خالم آروم شد. ننه سلیم همونجا تا احساس آرامش اونو دید بهش گفت پس من چی بگم که یه عمری با اونا زندگی کردم. هممون چشمامون چارتا شد. خالم تا اینو شنید برای ننه سلیم چشم ابرو اومد که مثلا برامو تعریف نکنه که ما نترسیم. ولی اون هیچ توجهی بهش نکرد و یکم فکر کرد و شروع کرد. وقتی از بچگی به همه میگفتم من اونا رو میبینم، هیچ کسی حرفمو باور نمیکرد. خیال میکردن که من دارم خودم رو لوس میکنم. شروعش از وقتی بود که عروسی برادر بزرگم ابراهیم بود. من خیلی کوچیک بودم. داشتم سرخاب سفیداب مادرم و جلوی آینه به صورتم میمالیدم که یهو از تو آینه دیدم 4 نفر با شمایل خیلی عجیب دور و بر منن و دارن بهم نگاه میکنن. شبیه آدم بودن و ولی یه مقدار فرق داشتن. موهاشون بلند و سیاه بود و لخت بودن. از ترس جیغ کشیدم. مادرم هم داشت کنارم جلو آینه موهاشو درست میکرد. ولی از جیغ من اونقدر عصبانی شد که یکی زد تو سرم. از ترس زبونم قفل شده بود. به مادرم با اشاره نشونشون دادم. ولی به هم اعتنایی نکرد و داشت موهاشو درست میکرد. آخه هنوز اون آدم عجیبا اونجا بودن. داشتن منو نگاه میکردن. فقط یکیشون بود که داشت منو مهربون نگاه میکرد. چیزی که فقط یادم میاد اینی که همونجا قش کردم. وسطای عروسی بیدار شدم در حالی که گوشی خونه جا انداخته بودن و من اونجا خوابیده بودم. خوشحال بودم که دیگه اونا رو نمیبینم. هیچ کسی هم دور و برم نبود. همه توی حیاط بودن و صدای ساز و بزن و بکوب میومد. پا شدم از جام که برم پیش بقیه. آخه نمیخواستم تنها باشم که دوباره اونا بیان سراغ من. تا پا شدم و سر جام وایسادم دیدم پاشنه پام خیلی داغ شده. پامو نگاه کردم. دیدم داره ازش خون میاد. با پای سالمم به سمت دستشویی لیله میکردم که جایی رو خونی نکنم، چون از مادرم کتک مفصلی میخوردم. هنوز 2 قدم نشده بود که میرفتم یهو احساس سبکی کردم. یه نفر منو بلند کرده بود و داشت میبرد. برگشتم دیدم همونی که از بقیه مهربونتر نگاه میکرد. بازم دوباره جیغ کشیدم. خودم از بغلش انداختم پایین. اون غیب شد ولی من محکم افتادم زمین. حالا علاوه بر پام که به دلیل نامعلومی زخمی شده بود، بدنم هم درب و داغون شده بود. ولی من به درد فکر نمی کردم. هم از ترس اونا داشتم میمردم و همین که فرش خونی شد و الان مادرم میاد سرمو میبره. یه لحظه همه ترس و درد رو کنار گذاشتم و دویدم تو آشپزخونه. یه کهنه نمدار آوردم و با تمام وجودم کشیدم به فرش که لکه‌های قرمز خون پاک بشه. اصلا حالیم نبود که وقتی دارم میدوام دوباره همه جای فرش خونی کردم. رفتم جوراب پوشیدم و رفتم توی حیاط پیش مامانم و مهمونا. پامو بهش نشون دادم. اونم همین جوری که مشغول صحبت کردن با بقیه مهمونا بود پامو با دستمال پاک کرد. منم همینجور لالوهای مهمونا وول میخوردم. آخر شب از ترس نتونستم تنها بخوابم و رفتم بین پدر و مادرم جا انداختم و خوابیدم. نیمه های شب بود که احساس کردم یکی داره دستمو نوازش میکنه. عصبانی شدم.
با خودم گفتم ای بابا، این ننه منم وقت گیر آورده، نمیذاره ما بخوابیم. دستمو با قدرت از دستش کشیدم بیرون. احساس کردم یه چیز تیزی مثل سوزن رفت توی دستم. از ترس جیغ کشیدم. پا شدم نشستم. پدر و مادر من بیدار شدن، ولی اصلا بهم توجهی نکردن. پدرم یه چک آبدار بهم زد و به مادرم گفت اینو پرتش کن از اینجا اونور. بعد از یه پسر زن دادن و این همه خرجی که کردم امشب، اصلا اعصاب درست و حسابی ندارم. توی اون تاریکی هر چی نگاه میکردم که چی فرو رفته توی دستم، چیزی نمیدیدم. مادرم پا شد جامو انداخت بیرون و در اتاقو بست. از ترس توی جام چنباتمه زدم و پتو رو کشیدم رو سرم. خیال میکردم اگه پتو رو سرم بکشم دیگه خبری از اونا نمیشه. انقدر واسه خودم عدد شمردم که خوابم برد. فردا صبحش جوری بیدار شدم که حس بی‌وزنی داشتم. وقتی پا شدم دور و برم شکل باغ بود. با خودم گفتم مگه امروز پاتختی ابراهیم نیست؟ پس چرا ما اومدیم پیکنیک؟ دور و برم هیچ کسی نبود. هوا نمدار بود. یادم افتاد که احساس بی‌وزنی دارم. پایین نگاه کردم دیدم بازم همونه. همون قیافه، همون لبخند. با دهن کج و کولش بهم گفت نمیخوام خودت پا بذاری زمین. هر جا خواستی بری به من بگو. جیغ خیلی بلندی کشیدم و بهش لگد زدم. هنوز داشت میخندید. انگار از جیغام خوشش میومد. منم نمیتونستم از دستش خلاص بشم. انقدر جیغ زدم و به خودم اون مشت زدم تا چشممو باز کردم و دیدم وسط سالن خونه خوابیدم و همه فک و فامیل دور من. عمم داشت دور تا دورمو چاقو میکشید و صلوات میفرستاد. خالم داشت بالا سرم قرآن میخوند و مامانم هم طبق معمول بهم بد و بیرا میگفت که ببین چجوری تو این وضعیت همه رو اسیر خودت کردی. بقیه سعی میکردن آرومش کنن. یکی میگفت حتما جن زده شده. یکی میگفت حتما نظرش کردن. خلاصه هر کسی یه تشخیصی میداد. مامانم علیرغم جیغ و دادایی که سرم میکرد نشست و کلی بالا سرم گریه کرد. عمم همون موقع گفت من برم یه دعانویس بیارم بالا سرش جنگیری کنه حداقل. فوری مامانم از جاش پا شد. گفت فاطمه خانوم احترامت واجبه، ولی بچه من مگه جن زده است؟ هیچ چیشم نیست. سرد گرمی شده. فقط تنها لطفی که مامانم بهم کرد این بود که برای همه لباسام یه جیب کوچیک دوخت و یه قرآن خیلی کوچیک میذاشت توشون. ولی چیزایی که میدیدم قطع نمیشد. بارها همون جن رو میدیدم که میاد و بهم ابراز علاقه میکنه. گاهی مثل قدیم از روی زمین بلندم میکرد و میگفت نمیخوام راه بری، خسته میشی. من واسم خیلی آزاردهنده بود که این موجودی اینجوری بهم بچسبه. این داستان ادامه داشت تا وقتی رسیدم به 15 سال و هیچ خواستگاری واسم پیدا نمیشد. تا اینکه خود مادرم راضی شد که بریم پیش یه دعانویس و ازش دعا بگیریم. تشخیص اون جن عاشق بود. چیزی که خودم هم حدس می‌زدم. پسر خالم از ننه پرسید یعنی بعدش دیگه راحت شدی؟ دیگه ندیدی؟ ننه گفت نمیتونم بگم نمیبینم. میبینم. اتفاقا همون جنم میبینم. ولی دیگه با دعایی که خوندم و کارایی که کردم نزدیکم نمیشه. دیگه کاری ازش بر نمیاد. با چیزای عجیب و غریبی که از ننه شنیدیم همگی سر جامون میخکوب شده بودیم. پسر خالم پرسید آخرین بار کی دیدیش ننه؟ اون گفت همین چند دقیقه پیش توی همین اتاق. با این حرفش سکوت خیلی سنگینی تو اتاق حکم فرما شد و خالم بحثو عوض کرد و دیگه راجبش صحبتی نشد.